تو بازار عطرفروشا یه بار یه بنده خدایی حالش بد میشه و از حال میره. مردم میرسن بالا سرش که بیان بهش کمک کنن، هر کاری میکنن به هوش نمیاد. یکی واسش عطر میاره، یکی گل بنفشه میاره که به مشامش برسه و یه ذره سر حال بشه. میرن سراغ برادر یارو، میگن که داداش حال داداشت بد شده، بیا ببین چشه. ما هر کاری کردیم، هر چی گذاشتیم به هوش بیاد نیومد. گفت چی گذاشتید؟ گفتش که عطر گل یاس و عطر و اینجور چیزا. گفتش داداش من دباغه، عادت داره به چیزایی که کثیفم بو کنه، اونو بذارید اوکی میشه. خلاصه که سرتو درد نیارم، رفتن یه مشت پشگل گذاشتن دم دماغ یارو، به هوش موند. خواستم یه چیز بهت بگم، اگه بعضی موقع به بعضی آدما خوبی میکنی نمیفهمن، مشکل از لیاقتشون نه از تو. آدمای درست زندگی تو بشناس، به هر کسی هم خوبی نکن.